سلام خدمت همه دوستان عزیز. کمی بعد از حمله موشکی ایران به فلسطین اشغالی این صداها دوباره در شبکه‌های اجتماعی بلند شد. اینا حملهشون اثری نداشته، اصلا اتفاق خاصی نیفتاده، اینا به اون صورت کاری نکردن و حرفای از این دست شروع کردن برای خودشون گفتن، قشنگ برای خودشون تفت دادن. بعضی از دوستان من هم ممکن دچار شبهه شده باشن. میبینم مثلا رفیقی کامنت میذاره آقا ضربات مقاومت آنچنانی که باید ضربه دردناکی به نظر نمیرسه ها. اینا مثلا زدن سیدحسن نصرالله رو کشتن، بعد ایران 200 تا موشک شلیک کرده، دمش هم گرم، پایگاه ها اینا رو هم ویران کرده، ولی بعدش مقاومت لبنان ما چیز خاصی نمیبینیم. دوستان عزیز ما داریم از حذف یک کشور صحبت میکنیم. ما رژیم صهیونیستی از دید غرب بر اساس باور غرب یک کشوره. ما مسئله‌مون غزه نیست، ما مسئله‌مون درگیری غزه نیست، ما داریم از حذف یک کشور صحبت میکنیم. شما حذف یک کشور رو زمانی که استارتش رو زدی انتظار نداشته باش که او واسه به شما نگاه بکنه، و حذف یک کشور رو با شدت دادن ناگهانی و احساسی آتش شروع نمیکنه. با آرامش، با طمأنینه، با صبر ما باید به سمتی پیش برویم که یهودی ها بفهمند همه جای دنیا امن است الا فلسطین. آقا برید در نقاط دیگر دنیا زندگی بکنید، این همه یهودی همه جای دنیا دارن لذتشون میبرن، کسی باشون کاری نداره و نباید داشته باشه. اینا انسان‌هایی هستن در ملت‌های خودشون. در ایران دارن زندگی میکنن، خاص‌ترین مراسم‌ها رو همین چند وقت پیش یه مراسم خیلی خاص توی شیراز داشتن، من فیلماشو برای شما گذاشتم. توی یکی از این کشورهای اروپایی تظاهرات برگزار کردن، دوستان فیلمشو برام فرستادن. یه یهودی با شرف، یه یهودی حلالزاده مرد پرچم ایران رو گرفته بود بالا، جلوی جمعیت برای خودش میچرخوند، از همینایی که ریششون هم خیلی بلنده، اون کلاه و لباس خاص خودشون داره. هر کجای دنیا اینها براشون امن هست، میتونن زندگی بکنن. فلسطین جایی هست که باید به اهلش برگرده. ما داریم به این سمت حرکت میکنیم و این نیاز به صبر بیشتر، طمأنینه بیشتر، آرامش بیشتر و توکل بر خدا داره. این نکته بود که باید خدمت شما عرض کنم. اما فارغ از همه اینها یه چیز هم شما فراموش نکن، ضربات شما داره سانسور میشه. قبلا به شما گفتم وسط درگیری هایی که با شما دارن یه دفعه نمیاد به شما برگرده بگی که آقا من تلفات دادم، چرا این حرفو بزنه؟ تو باید ناامید بشی از ادامه نبرد، بگی آقا این که تلفات نمیده، که این که مثلا ویرانی اتفاق نیفتاده، این که چیزی نشه، که یه خش بیشترش نیفتاده، که تو مستهلک بشوی از ادامه نبرد. رژیم داره این کار انجام میده و دروغ هم داره میگه. میخوایم یک برنامه با هم ببینیم از کارشناسان فارسی زبان. البته اینا مرجع BBC ان، رفتن اونجا گزارش تهیه کنن، گفته ممنوع همه ممنوع. حالا میخواد همین رو توضیح بده. ببینیم برگرد نکاتی دارم اصلا. خسارات به جا گذاشته، خیلی از این موشک‌ها به زمین خوردن. دیروز این اتفاق هم افتاد، دیروز هم شدید بود و دیروز تعداد 5 یا 6 خانه آتش گرفتن. یک خانم، 2 نفر کشته شدن در مناطق شمالی اسرائیل. اینجا ما تحت سانسور ارتش هستیم در یه سطحی و ارتش اسرائیل به همه خبرنگارا، از همه خبرنگارا میخواد در موقع حملات چیزی نگن، چیزی نشون ندن. شواهد زیاد هست که در خیلی خوب، ما در ایران با یک چالش روبرو هستیم. اون چالش اینه، میگیم آقا آزادی هست، فضایی هست در شبکه‌های اجتماعی، در توییتر، اینور اونور، دروغ نگو، بزرگنمایی الکی نکن فلان. بازم همه دارن انجام میدن، هیچ کس اعتنایی نمیکنه، هر کسی هر چی دلش بخواد داره تولید میکنه در حوزه محتوایی. اینا دعواشون سر چیه؟ اینا میگه واقعیتی که رخ داده است را روایت نکن. این واقعیت دیگه، واقعیتش رو روایت کن. نه، میگه خلاف امنیت ملی ماست. آن چیزی که در عملیات‌های ایران اتفاق افتاده است، شما فیلم‌های عملیات‌ها رو دیدین، هیچ کدوم از موشک‌های ایران نبوده که به هدف نخورده باشه، همش حسابت کرده.
چی داره اتفاق میفته؟ سانسور از سوی رژیم صهیونیستی. چرا باید سانسورش بکنه؟ چون اعتباری براش نمونه. شهرک نشینی که از جای دیگر آمده بر این باور هست که یک هویتی داره به نام اسرائیلی، به سیستم امنیتی اینجا اعتماد کرده، به آرامش اینا اعتماد کرده، به امنیت اینجا اعتماد کرده، او داره تلاش میکنه بهش بگه همه اینها هست. مجبور دروغ بگه، مجبور اخبار رو سانسور بکنه و ماجرا از این قراره. بریم ادامهش رو ببینیم برمیگردیم. در سه‌شنبه شب گذشته تعداد زیادی از موشک‌های ایران از لایه‌های دفاع هوایی ایران اسرائیل گذشتن و به زمین خوردن. به خصوص همینجوری که جیار گفت فیلمایی هست که نشون میده تعداد زیادی موشک در همین پایگاه نواتیم در اطرافش به زمین خوردن. خیلی خب بخشش رو با هم دیدیم. میگه در اطراف پایگاه نواتیم در اطرافش میگه موشک‌های ایران زمین خورده. همینم داره دروغ میگه. میخواد بهتون اثبات کنم؟ آقا اینا بر این باورن موشک‌های ایران به اهداف نخورده. درسته؟ بله درسته. اینا میگن موشک‌های ایران بخشش رهگیری شده است، بخشش رو زدیم، بخشش هم خورده تو در دیوار. درسته؟ بله درسته. ایشون هم الان در صحبت خودش اشاره کرد، گفت اطراف پایگاه نواتیم خورده. درسته؟ بله اینم درسته. آقا همین اطراف پایگاه نواتیم رو میری برای ما فیلم بگیری، ما قانع بشیم، بفهمیم که هیچی نیستیم، موشکامون به هیچ کجا نمیرسه، ما 4 تا آبگرم کن ساختیم باهاش داریم تو در دیوار بیابون میزنیم، همینو میری فیلم بگیری؟ نه، نمیره فیلم بگیره. چرا؟ چون عکسای ماهواره‌ایش هست، چون تصاویر ماهواره‌ایش که حداقل 40 تا اصابت به نواتیم رو داره نشون میده. عکس اولی که از نواتیم اینا منتشر کردن، من وقتی عکس رو نگاه کردم گفتم این مثلا خیلی کات خورده است. نواتیم انقدره، تو رفتی مثلا یه عکس انقدری برداشتی آوردی، 5 تا اصابت رو نشون میداد. خب تو فیلم‌ها که همش خورده، بقیه‌اش چی شد؟ بعد یه خورده رفتیم جلوتر، 6 ساعت گذشت، یه عکس دیگه اینا منتشر کردن، یه خورده با سر بود، 2 تا اصابت دیگر هم نشون داده بود. و کلش اگه نشون بدیم مشخصه چی اتفاق افتاده. داستان اینه. همین ادعایی هم که این مطرح کرد، گفت اطراف نواتیم خورده، دروغه. نشون به این نشون که اگر اطرافش خورده بود اینا فیلماشو پخش می‌کردن. بریم ادامهش رو ببینیم. اینجا از خبرنگار خودش میپرسه، میگه که آقا شما رفتی اونجا تو جمع فلسطینی‌ها، اینا حمله کردن، یه سال گذشته این همه ازشون کشتن، آیا فلسطینی‌ها فهمیدند که 7 اکتبر کار غلطی بود یا هنوز نفهمیدن؟ بریم صحبتای خبرنگارشون رو ببینیم. افکار عمومی جهان عرب چقدر تغییر کرده. یک واقعیت وجود داره که قبل از 7 اکتبر، چه حالا کسی دوست داشته باشه چه نداشته باشه، یک واقعیتی وجود داشت و این بود که این روند عادی سازی ها به سرعت داشت پیش میرفت و دیگه اصلا داشت میرسید به این که عربستان هم به طور رسمی اعلام بکنه که روابطش رو با اسرائیل عادی کرده و در هیچ کدوم از این مذاکرات به جز یکی دو کلمه صحبتی از فلسطینی ها و غزه و مناطق فلسطینی ها یا به رسمیت شناختن یک کشور فلسطینی وجود نداشت و عملا حتی اینجا فلسطینی ها در اردوگاه ها وقتی ما باشون دیدار میکنیم که سالهای سال هست، شما فکر کنید اینا از 1948 خیلی هاشون اومدن اینجا و خیلی های دیگه هم به مرور اضافه شدن، نسل در نسل اینجا بزرگ شدن بدون هیچ هویت فلسطینی دارن، هویت لبنانی ندارن خیلی هاشون در اردوگاه ها. و وقتی باشون صحبت می‌کردیم میگفتن که واقعا فکر می‌کردیم که قبل از 7 اکتبر کاملا ما اینجا زنده به گور شدیم و فراموش شدیم و 7 اکتبر بود که ما رو دوباره به یاد دنیا انداخت که ما. خیلی خب بخش از این صحبت‌ها شنیدیم. میگه 7 اکتبر باعث شد که ما احساس بکنیم هستیم، دنیا بفهمه باید درباره ما صحبت بکنه، دنیا بفهمه فلانه، دنیا بفهمه بیساره. یه سریا تو غرب فریاد می‌زدن، میگفتن آقای رژیم صهیونیستی برو 2 کشوری رو بپذیر، تمومش کن، بره زودتر. ما فردا میرسیم به یه داستانهایی به جای باریک میکشه، اتفاق پیش میاد. قبول نمیکردن. الان این جنس از رسانه ها با زبون بی زبونی دارن به همین اشاره میکنن که اون تو نمیتونستی حذفش بکنی، رو 7 میلیون فلسطینی ضربدر که نمیتونی بزنی، باید باش زندگی بکنی. بعد از 7 اکتبر که کلی باش کشی، باید تا قیامت باش زندگی کنی. سر جاش هست، کشور خودش رو قبول داره. دیگه تو باید بهش هویت میدادی. حالا که هویت ندادی باید بچشی آن چیزی که داره اتفاق میفته و فلسطینی ها از این بابت که دنیا داره دربارهشون حرف میزنه، دنیا فهمیده است که وجود دارن
و باید درشون فکری بشه خوشحاله. میگه جهان عرب هم همین حس رو داره. من احساس میکنم آن چیزی که به زودی اتفاق خواهد افتاد یک مسئله مهم از جنس تغییری اساسی در منطقه غرب آسیا خواهد. ما بازی خودمون رو دانسته شروع کردیم، با اطمینان داریم قدم برمی‌داریم و روی تک تک حوادثی که میتونست اتفاق بیفته و رخ داد بخشش اشراف کامل داشتیم. ما تک تک اینا رو میدونستیم اتفاق میفته. در طرف مقابل بازی خودمون رو میدونستیم قراره به کجا پیش ببریم. کمی صبور باشید. این یاری به یاری حضرت الله به جای مهم خودش و یک شگفتی بی‌نظیر برای یاران ایران و یک شوک وحشتناک برای دشمنان ایران خواهد رسید. من طولانی‌ترش نمی‌کنم. اگر نکته‌ای داشتین، ایران 14 313 پل ارتباطی من و شما هست، فراموشش نکنید. پیاماتون رو برای من بفرستید. می‌خوایم چند تا پیام بخونیم. یکی از رفقای من گفته که نوشته سلام آقای تحلیلگر گرامی، من واقعا توضیحات دقیق و منطقی و با درایت شما رو می‌بینم. تشکر می‌کنم. امیدوارم فرماندهان مقاومت و ایرانی از مشورت‌های شما بهره ببرند و استفاده. آقا، در بچه‌های مقاومت، در بین کسانی که در مسئله مقاومت رو دارن پیش میبرن و فرماندهان مقاومت، انقدر نیروهای سطح بالا و جوان توی جمع اینا هستن که من اصلا عددی نیستم بخوام به اینا تحلیل بدم یا بخوام به اینا مشورت بدم. بسیار سطح بچه‌های مقاومت، به ویژه من نسل جوانشون، حالا بخشیاشون رو به اصطلاح خودمون دورا دور کمی درباره اینها شنیدم، بسیار سطح این بچه‌ها بالاست. ببین، میدان نبرد و مسئله نظامی و مسئله ارتش‌ها فقط این شکلی نیست که تو بری مسائل جنگی رو یاد گرفته باشی. نه، واقعا یه جاهایی شما اگر نیروهایی میخوای که اینا بتونن در شرایط خاص خودش بفهمن چی کار باید بکنن، اینا جنگ باید بفهمن، اینا تاریخ باید بفهمن، اینا سیاست باید بفهمن، اینا مسائل خبر و چیزهایی از این دست رو باید بفهمن، اینا تحلیل باید سرشون بشه. بچه‌های مقاومت، به ویژه آنهای نسل جوانی که دارن با فرمانهای ما کار میکنن، عمده‌شون این شکلیه. جلوی دوربین دیده نمیشن. اینا به وقتش به یاری حضرت الله نسل‌های بعدی که دارن تربیت میکنن و نسل‌های بعدی که دارن آموزش میبینن انقدر سطحشون بالا هست که من امیدوار هستم در آینده پیش رو شاهد یک جهش ویژه‌تر، اتفاقات بهتر و ویژه‌تر در مسئله مقاومت باشیم. پس از این بابت خیالتون راحت. اینا به مشورت من و امثال من نیاز ندارن. آدم کاربلد در این تیم‌ها خیلی زیاده. اثراتش رو در میدان این ادعاهایی که دارم میگم به یاری حضرت الله خواهید دید. پیام‌های دیگر شما رو میخوام بخونم. رفیق دیگری گفته که گفته سلام آقای تحلیلگر، من چند سال پیش در اینستاگرام با تحلیل‌های شما آشنا شدم، متوجه حقیقت شدم. تا قبل از آن تحت تاثیر شبکات ماهواره‌ای بودم. فکر می‌کردم جمهوری اسلامی ایران داره به مردم خودش خیانت میکنه، ولی با صحبت‌های شما حقیقت رو متوجه شدم. کیف میکنم از حکومت کشورم که طوری پیشرفت کرده که هیچ کشوری حریفش نیست. خیلی عرض ادب دارم خدمت شما. خیلی خوشحال هستم که مخاطب قدیمی ما بودید، باعث افتخاره و خوشحالم که در کنار ما هستین و حسم خیلی خوبه وقتی که توضیح میدید این مواردی که و این تغییر نگاهی که در شما اتفاق افتاده است. متأثر از این که خودتون مطالعه کردین، خودتون خبر خوندین، خودتون تحلیل‌های مختلف رو دیدین، نه به خاطر مطالب بنده. این من رو خیلی خوشحال میکنه. بله، ما در یک دوره زمانی بسیار سرنوشت ساز داریم نفس میکشیم. در طول 250 سال گذشته میتونم بگم این خاص‌ترین دوره است. بارها تحقیر رو تجربه کردیم، بارها رهبران ترسو رو تجربه کردیم، بارها به ضعف کشیده شدن رو تجربه کردیم. الان ایران داره تلاش میکنه از همه اینها عبور بکنه و من فکر میکنم این تلاش جمعی جامعه ایرانه. ما نمیتونیم بگیم فقط مثلا فلان گروه بودن، فلان جریان بودن، فقط مثلا نظامی های ما بودن، فقط اونایی که موشک ساختن، فقط مثلا رهبرمون با حلقه اطراف و همفکرشون. نه، اون آدمی هم که معترض صبوری کرده فلان جا فریاد نزده اونم سهیمه. اونی که فریاد زده میتونسته مثلا رفتار رادیکالی داشته باشه، نداشته اونم کل جامعه ایران به نظر من با صبوری خودش، با همدلی خودش تا اینجای داستان آمده
و من امیدوار هستم به پاس این همدلی ها، به پاس این صبوری ها، آن چیزی که پیش روی ماست موفقیت برای ما و ملت های منطقه با همدلی همه ما باشه. نکته دیگه ای ندارم. خاک پای همه رفقا هستم، خیلی مخلصم، خیلی ارادت دارم، وقتتون بخیر.